پس از تجاوز نظامی اسرائیل به ایران، تهران تعاملات دیپلماتیک خود را با شرکای اوراسیایی تقویت کرد و از طریق سازمان همکاری شانگهای در حال ایجاد اتحادهای قوی‌تر برای حفاظت دیپلماتیک، مشارکت اقتصادی و کمک‌های لوجستیکی است. اجلاس اخیر فرصتی ویژه برای ایران بود تا ضمن بهره‌گیری از حمایت کشورهای بزرگ این سازمان در تجاوز نظامی اخیر، گسترش روابط اقتصادی و سیاسی با روسیه و چین را رقم بزند. پس از اجلاس شانگهای، ظاهراً جمهوری اسلامی ایران سرعت چرخش دیپلماتیک و اقتصادی خود به سمت شرق را افزایش داد و در جریان اجلاس اخیر سازمان همکاری شانگهای پس از درگیری با اسرائیل در ژوئن 2025 به طور فشرده با روسیه، چین و هند تعامل داشت. از همین روی، دیدارهای وزیر امور خارجه ایران در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در چین نشان می‌دهد که تهران خواهان روابط نزدیکتر با کشورهای اوراسیا برای مقابله با انزوای اقتصادی، بهبود مسیرهای تجاری و تقویت جایگاه جهانی خود است. در 25مین جلسه وزیران امور خارجه سازمان همکاری شانگهای در چین، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، چندین جلسه با سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، وانگی، وزیر امور خارجه چین، سوبرامانیام جایشانکار، وزیر امور خارجه هند و گفتگوی کوتاهی با شی جین پینگ، رئیس جمهور چین برگزار کرد. روسیه و ایران در جریان مذاکرات خود حمله به خاک و تأسیسات هستی ایران را به طور متقابل محکوم و بر لزوم گفتگوهای چند جانبه برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای تاکید کردند. البته مسکو حمایت خود را در مجامع بین‌المللی، به ویژه شورای امنیت سازمان ملل، مجدداً تایید کرد. تعاملات همزمان با چین گستر همشارکت جامع استراتژیک بین دو کشور را نشان داد. پکن حمایت خود را از حاکمیت و امنیت تهران تایید کرد و همچنین هر دو کشور مشارکت‌های اقتصادی فعلی خود را بررسی کردند. مذاکرات با هم نیز به همین ترتیب بر گسترش روابط دوجانبه و هماهنگی منطقه‌ای متمرکز بود. این دیدارها گویای دیپلماسی تهران در قبال کشورهای اوراسیا بوده که با مشارکت آن در گروه بریکس و مشارکت فعال در سازمان همکاری شانگهای همسو است. جمهوری اسلامی با یک ضرورت راهبردی برای کاهش پیامدهای درگیری نظامی اخیر با اسرائیل و انزوای فزاینده خود توسط قدرت‌های غربی روبرو است. تهران از طریق سازمان همکاری شانگهای در حال ایجاد اتحادهای قوی‌تر برای حفاظت دیپلماتیک، مشارکت‌های اقتصادی و کمک‌های لوجستیکی است. روسیه و چین به عنوان اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل و قدرت‌های اصلی اوراسیا منگرگاه‌های راهبردی ایران هستند. هر دو کشور مخالفت خود را با اقدام نظامی اسرائیل ابراز و حمایت خود را از ثبات منطقه‌ای از طریق گفتگوی مشارکتی اعلام کردند. مخالفت مشترک با تحریم‌ها و مداخلات غرب فضایی مناسب برای همکاری بیشتر با جمهوری اسلامی ایجاد می‌کند. پیگیری دقیق چگونگی اجرای توافقات اقتصادی چند جانبه ایران، به ویژه توافقات مربوط به زیرساخت‌ها و تجارت، کلید ارزیابی توانایی این کشور در کسب نفوذ و قدرت در میان سازمان‌های اوراسیا و بازیگران منطقه‌ای و همچنین تثبیت اقتصاد آن با توجه به چالش‌های ژئوپلیتیکی کنونی است. ایران سالها پیش باید به صورت راهبردی با بلوک شرق و قدرت‌های درون این بلوک ارتباطات گسترده‌ای را شکل می‌داد. متاسفانه طیف اصلاح طلبان ایران تا به امروز نیز در این راه مانع تراشی می‌کنند و علیرغم توصیه‌های مکرر رهبری و تمایل هسته عاقلی نظام به ارتباط راهبردی با شرق، هنوز این مهم در دستور کاور ویژه جمهوری اسلامی ایران قرار نگرفته است. آیا اجلاس اخیر شانگهای گره کوره گردش به شرق در ایران را باز می‌کند یا در بر همان پاشنه سابق خواهد چرخید و طیف غربگرای ایران همچنان مذاکره و غلتیدن به دامن غرب را التماس می‌کنند؟ کاری از تلویزیون اینترنتی آوردگاه